یک 75 85 85 85 سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امروز قرار با هم گردشی داشته باشیم در بزرگترین بازار ماهی شمال کشور، یعنی بازار الگوی ماهی رشت. امروز سه‌شنبه 7 اسفند ماه و ساعت حدود 9:30 صبح. ارسال این ولاگ به دلیل بارش برف و بازارهای پیش از عید به تأخیر افتاد. منظور از بارش برف اولویت ارسال ولاگ‌های برفی هستش، وگرنه این مکان یکی از جذابترین جاهای رشته که واقعا از دیدنش لذت میبرم و پیشنهاد میکنم که حتما بهش سری بزنید. این ولاگ یا بازار در دو بخش تقسیم میشه، بخش روز و بخش شب. بخش روز که ابتدای ولاگ ماست مربوط به فروش و عرضه ماهی‌های دریایی و پرورشی که با هم مرور خواهیم کرد، و اما در بخش جذاب شبانه محلی برای عرضه ماهی‌های گرمابی و پرورشی. حجم زیاد ماهی‌ها واقعاً حس جالبی به آدم میده. این حجم از ماهی از ساعت 8 الی 11 شب به جز روزهای پنجشنبه و جمعه برای عرضه به فروشندگان ماهی در سراسر قیمت خوبه. استان مردم خریدار و همچنین ارسال به کشورهای همسایه انجام میشه. ماهی‌های مثل آمور، فیتوفاک، سیلور، کله سیاه، کپور به کشورهای مثل عراق. در مورد قیمت ماهی‌ها هم در بخش‌هایی از ویدیو سوال میشه، اما توضیحی در مورد قیمت کلی ماهی. قیمت ماهی به صورت روزانه و به نرخ روز عرضه میشه. ماهی هرچه بیشتر صید بشه، تقاضا کمتر باشه، یا فصل برداشت ماهی و یا مواج نبودن دریا باشه، ماهی به طبع ارزونتره. متاسفانه بازار ماهی‌های دریایی به علت قیمت نسبتاً بالا و صید کم جالب نبود و خلوتی بخش بازار روز هم به همین علته. ولاگ‌های دیگه از بازارهای دیگه ماهی استان مثل بازار انزلی، بازار ماهی دستک کیاشهر و همچنین بازار ماهی شهرداری رشت در کانال موجوده که در صورت علاقه میتونین اونها رو هم نگاه کنید. پیشنهاد میکنم این ولاگ رو تا بخش انتها که بخش شب باشه نگاه کنید. خواهشاً ما رو در مسیر بهتر شدن با لایک و کامنت حمایت کنید. برامون بنویسید که دوست دارید از کجا ولاگ تهیه کنیم. راستی اگر به بازارگردی و گیلان گردی هم علاقه دارید حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید. امیدوارم که از دیدن این ولاگ لذت ببرید. آزاد ماهی آزاد. الان بگیش میشه میزاودیم دوباره وی اینجا اشتباه بودیم. بله.
پولی. یا کلوم است این 50 به 60 مای جنوبی کلومه گرونتره من یهو یاد آمد اینم در حد همون کلیه اگه دیگه قیمت نه آماده شدم باید چوب زدن جدا کردم بر اساس سایز هم چوب زردتره اصلا نباشه کفال اشبال و شیرین اصلا نباشه شیرین روده کیلو چنده؟ مرسی دونه یک کیلو نیست دونه چند؟ دونه 25 مایی آنلاین خواستی الان مایی آن علیزاده الو مایی خسته نباشید کیلویه دونه‌ایه دونه چند؟ دونه 450 من شیرین روده مای سفید مای جنوبه مای جنوبه حلبا خسته نباشید ماشین در زمانی هرکی بچه ماشین رو میگم بچه مای سفید
این یک ماهی شکافش. ماهی زالو نوشته 250. پاک دودی 400. سفید دودی 550. این شور هم ماهی سفید 500. آماده میشن چوب بزنن فیلم بگیرن. کلی 700. این سیاه‌کولی 1500. رزل کیلو چنده؟ 260. بگو من نمی‌دونم. حلوا این کلومه است؟ نه. چند کیلو کلومه است؟ آها کلومه کیلو چنده؟ 350. این کلومه 350. اصلاش کنم. دوستان سوال کردم گفت بازار چون خرابه در حد چوب دیگه نیست، هم مزایده اینا رو توافقی با همکارا میفروشن که بازار خرابه. و اینکه این ادامه ولاگ تو شب حتما ببینید، این بخش هیجان انگیز شبه. امیدوارم خوشتون بیاد.
بله